مردم امریکا روز سه‌شنبه به مرکزهای رایدهی رفتند تا وکیلان مردمی و گوبرناتوران را انتخاب کنند. اکثریتشان شرکت در انتخابات را برای رفع اختلافات عمیق در جامعه مهم می‌شمارند. اختلافاتی که جامعه امریکا سالها شاهد نشده بود. آنچه در کشور ما و در سطح بلندترین می‌گذرد یک مصیبت بزرگ است. اگر ما به انتخابات نرویم، آنها به هدفشان که بی‌عملی ما است می‌رسند. اگر مردم برای تغییرات رای ندهند، 2 سال دیگر با ترور زندگی می‌کنند. توجه به انتخابات امساله میان دوره‌ای امریکا به سبب سیاست‌های بحث برانگیز رئیس جمهور دونالد ترامپ بسیار زیاد بود. انتخابات یک نوع رای‌پرسی درباره سیاست‌های دونالد ترامپ به حساب می‌رود که مخالفانش در امریکا کم نیستند. بنابر نتیجه مقدماتی غیر رسمی، مجلس نمایندگان امریکا که در دست حزب جمهوری‌خواه بود، به دست حزب دموکرات گذشت. نانسی پلوسی، یک وکیل با نفوذ حزب، درباره پیروزی صحبت کرد. کانگرس دموکرات ها برای یگانگی کار میکند، چون اختلاف دیگر بس است. مردم امریکا آسایش و نتیجه میخواهند. آنها میخواهند ما برای زندگیشان نتیجه های مثبت بیاریم. اما پالاتای بالای کنگره امریکا سنات همچنان در دست حزب جمهوری خواه مانده است. با وجود این دیگر قبول قرار و پیشبرد سیاست برای دونالد ترامپ مثل پیشینه آسان نمی شود، چون مجلس نمایندگان می تواند آنها را رد کند. انتخابات امریکا عمدتاً به مشکلات و یا تقلب صورت می گیرد، اما ناظران مستقل گفتند که در 12 ایالت مشکل در ماشین های رایدهی وجود داشت و در یک ایالت بنابر نوبت زیاد مهلت رایدهی را دراز کردند.